سلام، خوش آمدید به کانال راز ترسناک. داستان از جایی شروع میشه که چهره در وسط اتاق ایستاده بود، سرش رو خم کرده بود و دستانش را در مقابلش گره کرده بود. شمل مشکی بلندی پوشیده بود که تمام بدنش را پوشانده بود. تنها چیزی که نمایان بود صورتش رنگ پریده و لاغر بود. چشمانش گود رفته و تیره و گونه‌هایش گود بود. نه تکان می‌خورد و نه صدایی در می‌آمد. همین جا ایستاده بود، کاملا ثابت. هوای اتاق غلیظ از تنش بود. زن می توانست ضربان قلبش را در سینه اش حس کند. او می دانست که چیزی اشتباه است، اما نمی دانست چه چیزی. ناگهان چهره سرش را بلند کرد و به زن نگاه کرد. چشمانش پر از نفرت و خشم بود. زن فریاد زد و سعی کرد بدود، اما او خیلی سریع بود. بازوی او را گرفت و به سمت خود کشید. زن تلاش کرد تا فرار کند، اما او خیلی قوی بود. او را محکم در دست گرفت و شروع به فشردن کرد. زن می توانست شکستن استخوان‌های بازویش را حس کند. او از درد فریاد زد و التماس کرد، اما همچنان فشار می آورد. بازوی زن له شده بود، می توانست جریان خون را روی بازویش و روی زمین احساس کند. او می دانست که قرار است بمیرد، اما نمی خواست تسلیم شود. او با این شخصیت مبارزه کرد، اما فایده‌ای نداشت. خیلی قدرتمند بود. چهره در نهایت بازوی زن را رها کرد و او روی زمین افتاد. او دراز کشیده بود، خونریزی و درد داشت. او می‌دانست که قرار است بمیرد، اما نمی‌خواست آن را بپذیرد. او می‌خواست زندگی کند. او بالا سر زن ایستاد و مردن او را تماشا کرد. هیچ حس تأسف و ندامتی نداشت. فقط احساس رضایت می‌کرد. او زن را کشته بود و از آن لذت برده بود. چهره برگشت و رفت و زن را تنها گذاشت تا بمیرد. جسد زن سرد و بیجان روی زمین افتاده بود. چشمانش هنوز باز بود و پر از وحشت بود.